مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و جمله پرتکرار من سالم و سرحال باشید و البته کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید این پایین دکمه قرمز رنگ هست نوشته سابسکرایب. اگرم گوشتون فارسی هستش روی دکمه مشترک شدن بزنید، چرا که توی ایران به دلیل فیلتر شدن یوتیوب در طول این چند سال گذشته خیلی از دوستان از VPN یا فیلتر شدن رایگان استفاده میکنن که این قضیه باعث میشه که IP های شما عوض بشه و VPN تون بپره و وقتی ویدیو های ما به لحظه منتشر میشه نوتیفیکیشنش برای شما نمیاد و نمیتونید اخبار رو سریعتر دنبال بکنید. امروز هم در برنامه پشت پرده همونجوری که در تیتر برنامه هم مشخص هستش قراره که عروسی محمد رضا گلزار فیلمش رو برای شما پخش بکنم. البته یه تیکایش رو با ذکر این نکته که ازدواج محمد رضا گلزار نشون داد که محمدا بگیرن و قابل توجه پسرای مجردی که میرن ریل میزنن با این دختر با اون دختر، بعد بهشون بگم که سلاطین عزیزه بکن در رو. گلزار که گلزارش بود زنگ گرفت، دنبیل زیریان هم که زنگ گرفت، فقط شما بودید این وسط که بهانه‌های الکی میارید در این صحبت. البته میدونم گرونی و خرج این چیزا هم تو ایران بالاه و کلا زنگ گرفتن سخته، ولی خب اونا رو بهانه نکنید. اما در خصوص ازدواج محمد رضا گلزار با این چهره خانم آیسان آقاخانی که حسابی فضای مجازی رو در بر گرفت و کلا اکسپلور اینستاگرام که باز می‌کنی محمد رضا گلزار میپاشه بیرون و این نشون میده که خیلی از دوستان به دنبال این سبک خبرها هستن. خب به حال سبکی هستش که در تخصص ما هم در رسانه پشت پرده هست. البته این نکته رو هم بگم چقدر بال شده دوستان زحمت کشیدن این دوربین ما رو هم چیدن که با 2 دوربین در خدمتتون باشیم. خواستم یه تشکر بکنم، یه رخ کارم نشون بدم که آقا با 2 دوربین داره برنامه ضبط میشه. اما اینا هم بگم که در ویدیوهای قبلی هم ما گفتیم که عروسی محمد رضا گلزار در یکی از گرونترین تالارهای تهران برگزار میشه. حالا اسم تالار رو نمیارم به خاطر اینکه براش تبلیغ میشه، اما این عروسی که آقای گلزار گرفتن ناقابل 30 میلیارد تومان کفی براش هزینه برداشته بود و دیگه ناقابل دیگه 30 میلیارد تومان برای اینکه بخواد این عروسی اتفاق بیفته. البته یه دم همچنان گردن نمیگیرن ماجرای ازدواج های گلزار، میگن که آره این تصاویر هستش مال یه تیکه از مثلا فیلم های سینمایی که داره گلزار بازی میکنه. من نمیدونم دیگه باید فاز این افراد چی هستش که بخوان این قضیه رو ماسمالی بکنن. اون تخم مال گلزار هم این وسطا پیداش نیست. تیوی پلاس حالا راجع به نام صحبت میکنیم، دید که هر جا میره پشت گلزار میره. اما خب تصویری که آقای گلزار در پیج اینستاگرام خودش منتشر کرده ساق دوشای داماد رو میبینید. این تصاویرات این آقا هم خیلی قافش بالا یه جوری فیگور استیل گرفته که ایشون انگار داماده به جای اینکه مثلا گلزار همچین رخ و سیسی بگیره. نقطه مشترک تمامی افراد هم پاپیونی هستش که البته آیه گلزار خودش هم زده بوده، استوری کرده بود و یه دونه عکس گذاشته بود از پاپیون های تقریبا شبیه هم دیگه. به این عکس هم میرسیم، خواستم جلوتر بهتون بگم که نشون میده که آیه گلزار به مهمان ها گفته بوده که از پاپیون استفاده کنن. تو ویدیو قبلی ما گفتیم که مراسم عروسی گلزار با شدیدترین تدابیر امنیتی اتفاق افتاده بوده و برگزار شده بوده. علتش این بوده که فیلم و عکسی لو نره و تمامی مهمان ها وقتی دعوت شده بودن فقط خود مهمون اجازه داشته بیاد و هیچ همراهی نمیتونسته داشته باشه و خیلی از حالا مهمونایی هم که اومده بودن توی این مراسم اکثرا کروات زده بودن مثل این مهمونشون و بقیه افرادی که حالا موسی اسماعیل پور و خیلی های دیگه که همگی با کروات، یا خانم دکتری که دکتر دندون پزشک آقای گلزار بوده و این چهره آیسان آقاخانی. میخوام به این قضیه بپردازم که همگی این افراد
فقط خودشون دعوت شده بودن یا اگر همراهی داشتن همراهشون اسمشون نوشته شده بوده و اونجا عکسشون توی سیستم بوده و سکیوریتی ها چک میکردن. سکیوریتی ها منظورم اون مامورای امنیتی که حالا اونجا بودن و اگر شبیه نبوده وارد نمیشدن. اما مثلا توی این تصویری که ما میبینیم مثلا یکی از این مهمونا تلفن همراه داره. خب خیلی از دوستان من گفتن که آقا ایشون موبایل داره و مگه میشه همچین چیزی. گلزار یه سری دوستای خیلی صمیمی داره که توی پارتی ها و مشروب خوری هاشو نمیدونم هزار تا عشق و حالای دیگه‌اش توی دبی و جای مختلف یه سری رفیق صمیمی داشته که باشون همه کار میکنه. پس طبیعتاً این افراد مورد اعتمادشن و هر جا هم بخوام برن این موبایل هم ببرن میدونه که ازشون عکسی لو نمیره، چون اگه میخواست عکسی لو بره تو این 10 15 سال گذشته که گلزار هزار تا کار انجام داده بوده اصطلاحاً اون تصاویر لو میرفته. اما این ازدواج آقای گلزار حاشیه‌های زیادی هم داشت. حالا به تصاویرش هم میرسیم که تصاویر عروسیش باعث شده بود که گلزار قبل از این ازدواج یه ذره چشمی هم از خیلی از رسانه‌ها گرفته بود و شکایت کرده از خیلی از اهالی رسانه به دلیل اخبار چرت و پرتی که منتشر کرده بودن، چون خیلی هاشون معترض بودن. من دیدم که تلویزیون‌های مثل منوتو و ایران اینترنشنال واکنششون دادن که آره شکایت گلزار از بسیاری از فعالین رسانه وقتی برمی‌دارید چرت و پرت می‌نویسید خب معلومه میان ازتون شکایت میکنن. چون که گلزار رفته بود توی مراسم افتتاحیه 2-3 هزار نفر آدم اومده بودن، بعد اینا رفته بودن چرت و پرت نوشته بودن آره سیاهی لشکر و چنین و چنان. خب بابا الان شما اخبار سوشیال مدیا فضای مجازی نگاه بکنید، گفتم دیگه اکسپلور رو که باز میکنی گلزار میپاشه بیرون. اگر این آدم مهمی نیست و اگر این آدمی نیستش که این همه کراش داره خب پس چرا اینقدر اخبارش داره وایرال میشه؟ پس طبیعیه وقتی میره یه جایی مراسم افتتاحیه خب 2-3 هزار نفر آدم میان. به نظر من جمعیت کمی هستش برای گلزاری که پیجش 10-11 میلیون، که البته من شک دارم 10-11 میلیون فالوور داشته باشه. 3-4 میلیون وسط فکر میکنم قاطی پاتیش کرده که لو نره. اما یه سری تصاویر از مراسم عروسی گلزار از داخل خود تالار به دست ما رسیده، اما به دلیل اینکه این تالار داخلش دوربین‌های مدار بسته است، من توضیح هم که تو کانال تلگرامم داده بودم، باعث میشه که منبع ما لو بره. چون که دوربینا رو چک میکنن میبینن که کی داشته اونجا فیلم میگرفته علنی و اگر من این تصاویر رو پخش بکنم منبع لو میره. بعد از اون طرف آدم‌های مشتاقی که میخوان این تصاویر رو ببینن برای من جالبن. همین آدم‌ها همون آدم‌هایی بودن که یک زمانی به من انتقاد میکنن که چرا داری آبروی فلان شخص رو میبری، چرا تصاویر خصوصی فلان شخص رو پخش میکنی. و درست همین آدم‌های مشتاقی هستن که دوست دارن تصاویر خصوصی عروسی گلزار رو ببینن. این برای من جالبه. اما این تصاویر که حالا من صداشم کم میکنم، تصاویر من مجبورم موزیکشو ببندم احتمالا موزیکش کپی رایت بخوره. این ورودی دم در تالاری هستش که گلزار داره اونجا عروسیش برگزار میشه. اون شب گذشته میبینید که تمامی افراد هم اونجا هستن و کنترل میکنن تمامی. نگاه کنید افرادی هم که دارن فیلم میگیرن تصویرشون شطرنجی شده فقط از بیرون تالار. حالا اینا هم چون که حالا حجاب ندارن و اینا به خاطر همین شطرنجیشون کرده بودن که اگه تصاویر زود لو رفت کسی متوجه نشه. اما خب به هر حال ما تنها تصویری که میدونیم اگر لو برم اتفاق خاصی برای منبع نمیفته، چون من منبع برام خیلی مهمه و معمولا تصاویری که داخل مراسم هستن رفیقای صمیمی خود گلزارن و اگه ما اون تصاویر رو پخش بکنیم باعث میشه که خب رفاقتشون با اون آدما خراب بشه، رفاقت منم با اون آدما خراب میشه. مقدار بعد این قضیه رو درک کنیم. اما در صورت میخوام بگم که این تصاویر هستش که بیرون تالار هست و البته از کیلومترها عقب‌تر پلیس و افراد مختلف کنترل کردن که یه حجم زیادی از جمعیت نزدیک تالار نیان. و البته حالا اینجا عکسشون رو می‌بینید، یه دونه عکس هم هست حالا گفتیم بهتون نشون بدیم. کادویی که حالا این دیگه نمیتونه کسی لو بده که داستان از چه قرار هستش یا مال کی هستش. کادویی هستش که گلزار به مهمونا میده. میبینید که اینجا اسم آیسان و رضا که همون رضا گلزار هستش و تاریخ عروسیشون رو هم زدن و اصطلاحاً این کادویی بوده که به افراد میدن. تا جایی که ما بتونیم
و تاکید میکنم تا جایی که ما بتونیم تصاویر رو به دست بیاریم یا تصاویری رو منتشر بکنیم که لو نره منبع، سعی میکنیم که این تصاویر براتون پخش بکنیم. عروسی که گفتم دیگه 30 میلیارد هزینه داره و نکته جالبتری که وجود داشت و یادم رفت بگم اینه که گلزار با پدر خانومش همسنه. یعنی بابای آیسان با گلزار همسنه و اینم در نوع خودش داره. یه خبر حاشیه دیگه اومده بود بیرون که خودکشی کرده بود یکی از فن پیج‌های گلزار بعد از شنیدن خبر ازدواج گلزار و چند وقت پیشم دیده بودیم که خیلی از افراد اومده بودن و از گلزار خواستگاری کردن در طول این چند سال گذشته. یه تیکش هم ببینیم حالا. ناچیزه در مقابل احترامی که من برای شما قائلم. من شما رو خیلی دوست دارم و دوستم به شما برسم و تا ابد یعنی با هم زندگی کنیم. یعنی نیت من اینه. من خیلی قدردانی میکنم از محبتتون، از اون کلیپ زیباتون. اگرم احیانا شوخی شده بابت اون، اینجا من از شما معذرت میخوام. یه خواستگاری بود که آقای گلزار قیافه این افراد من خیلی دوست دارم بدونم حالا چه شکلی هستش بعد از ازدواج گلزار. و یه هماهنگی ریزی هم با اماکن هم صورت گرفته بوده چون این عروسی مختلط بوده و عموما تو عروسی مختلط اماکن ورود میکنه و میگیره و میبنده و پلم میکنه و اینجا لامصب بوله که چه کارهایی رو انجام میده و آقای سلبریتی با یه چوسه هزینه کارو در آورد و اصطلاحاً باعث شد که اماکن نریزه داخل و حال مهمونا رو بگیره. در صورت اگر تصویری قابل پخش بشه، چون من دو سه تا از رفیقای صمیمی که رفیقای صمیمی گلزار هستن توی این مراسم بودن و دست به اگه من یه سری از این تصاویرم پخش می‌کردم این شایعه ایجاد می‌شد که این دوستان این تصاویر رو به من دادن و یه مقداری هم دلخوری پیش میومد پیش گلزار. تصویر دوربین دوممون هم رفت، یه مقداری از این شایعه اتفاق میفته. به خاطر ما خیلی سعی می‌کنیم که تو این قضیه کجدار و مریض‌تر حرکت بکنیم و بریم جلو. در صورت تصاویر قابل پخش رو به زودی، یعنی در طول هم 1-2 ساعت آینده تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده منتشر میکنیم. حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید، اگر هم دوست داشتید برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم.